سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من سویلکزی هم خیلی خوش اومدید به پارت 4 از بازی تاکسی 3. بچه ها میبینم که از این بازی خوشتون اومده، دمتون گرم بابت حمایتتون، خیلی لطف کردید و بدون معطلی دیگه حرف حساب فسته بریم سراغ حاجی. پارت قبل چیکار کردیم یادم رفت. بریم پیش نیلوفر چی میگه. سلام نیلوفر خانم. سلام آقا بابک، چه خوب شد دیدمتون. همچنین. چی شده؟ اتفاقی شده؟ نه فقط خواستم بگم که با بابا صحبت کردم. گفت هر وقت تونستی تشریف بیاری. اوه بچه ها واقعا؟ بله، همین امشب میای؟ بریم خواستگاریش. بله حتما خیلی خوشحال شدم. خب حالا دست خالی که نمیشه بیام، زشته. نه بابا چیزی نمیخواد بگیری. خب بعد دست گل و شیرینی بگیرم که. بیا یه شاخه گل بهت میدم، همینو بیار. به امشب شب نه اصلا اینطوری درستش نیست. لطفا یکی از دست گل های خیلی خوشگلتون رو بهم بدید. دیگه آدم قد جمع نداره. باشه فقط پولشو نمیخواد. نه اصلا این فرق میکنه، برای خواستگاری هستش، باید پولشو بگیرید. 100%. ما که این حرفا رو نداریم. آره اما نه، باید پولش رو بگیرید و اینا شرمنده میشم. باشه خب 30,000 سکه. خب من برم به بقیه کارم برسم و زودتر میام. بسیار خوب. فقط آقا بابک یه خواهشی داشتم ازتون. چی شده؟ خواهش میکنم بفرمایید. بابا گفته خیلی با احتیاط بیاید که مبادا کسی تعقیبتون کنه. چرا؟ تعقیب؟ برای چی؟ چرا باید کسی منو تعقیب کنه؟ اون یارو با تعقیب الان دیگه داره یه جوری میشه. عجیب شد داستان. هیچی، همینطوری، فقط مراقب باشی. باشه حتما مراقبت میکنم که کسی تعقیبم نکنه. فعلا برید به سلامت، منتظرتونم. به با یه گل خالی که نمیشه، باید یه جعبه شیرینی هم بخرم. باش امشب شب عروسیه قنادی. خب اینم شیرینی. حالا باید برم خونه نیلوفر. اما با جعفر برای اما چطور باید مراقب باشم کسی تعقیبم نکنه؟ جعفر گفت من هستم. شاید بهتر باشه برم پیش جعفر بادیگارد، به اون بگم منو ببره. اینجوری دیگه کسی نمیتونه تعقیبم کنه. آره این فکر خوبیه. آقا جعفر کجاستی برادر؟ اون بر بود فکر کنم. این خونه زندگی یاده بشه همجا باسته بقید. سلام آقا جعفر. سلام چاکرم. مأموریت جدید چی داری؟ یه مأموریت داشتم برات آقا جعفر. چی میگن؟ خیره. چی هستش؟ امشب میخوام برم خواستگاری. میخواستم زحمت بکشی منو برسونی. چی؟ فکر میکنم اشتباه گرفتی آقا پسر. من با این همه تخصص و توانایی های مرگبار بیام بشم راننده ماشین هر روز؟ بیا دیگه بابا تو خودت انقدر. نه آقا جعفر اشتباه متوجه شدید. پدر عروس بهم گفته باید طوری برم اونجا که کسی تعقیبم نکنه. چی؟ مگه جیمز بانده؟ راستش نمیدونم اما بهم گفته اینطوری طور برم. اینطوری طور؟ یارو مشکل داره. مشکل؟ چه مشکلی؟ نمیدونم اما مشکل داره. دنبالشم. آره راست میگه. کیا دنبالشن؟ داستان عجیب شده، باید ببینم چه اتفاقی داره میفته واسه. نمیدونم اما دنبالشم. باید بریم دنبال سر نخ. خب میایید بریم؟ آره حل داداش، حسابو بده بریم.
البته بعدا بهت میدم دیگه. تو دهنتو سرویس ناموسم. بفرمایید اینم پولتون. بریم بپر بالا بریم جیمز باند. بریم خیلی خوش اومدید آقا بابک. به سلام بابا ایشون آقا بابک هستن. اینو قبلا فکر کنم این پسره میشناختش، چون گفت قبلا میومدم تو گل فروشی. این تو نبودی بابات بود. اینو میشناختم قبلا فکر کنم. خوش اومدید. نوکر تمامو. ممنون از شما. راستش نیلوفر همه چی رو در مورد شما به هم گفت. برای همین حاشیه نمیرم و مستقیم میرم سر اصل مطلب. برو عمو جون برو. چشم. ببین آقا بابک، میدونم اومدی ایران پیش عموت. میدونم عموی پول داری و میدونم احتمالاً منتظری که بمیره و صاحب اموال عموت بشی. انقدر زایه بازی میکنی دیگه بابک دیگه، همه فهمیدن. آفرین کاملا درست حد زنید. واسه چی گفت؟ خب همین دیگه، اومدیم عموت نمرد. اون وقت چی؟ اینا فکر کنم باشون اینا عادیه. انشالله. منم امیدوارم عمو اردشیر هیچ وقت نمیره. اگه نمرد چی؟ تو چی کار میکنی؟ دعا که بمیره. به اینش فکر نکرده بودم. حالا شایدم عمو اردشیر فوت شه. و اگه فوت نشد چی؟ من جاب دارم کار میکنم. با ماشینم دارم کار میکنم. خوبه. با ماشین کار کردن بهتر از اینه که از خارج باشی بیای وایسی که ارث و میراث بهت برسه. درس زندگی. آفرین. درسته خوبه کار با ماشین. اما این برای من کافی نیست. چی براتون کافیه؟ باید ثابت کنی که آدم با جربازه‌ای هستی آقا بابک. من دخترمو به آدم بیارزه نمیدم. به نظرم تو جوان خوبی هستی. بهتر از اینی که منتظر مرگ یه نفر باشی که پولدار بشی. من بیارزه نیستم. یعنی نمیدونم. فکر میکنم بیارزه نباشم. خب من با این نیت اومدم ایران، ولی دیگه دوست ندارم عمو اردشیر به مرگ برسه. برا راست هدیت اذیتش نکن. هدیت چی؟ نه اذیت نیستم، راحتم. باشه آقا بابک، شما اجازه بده ما یکم فکر کنیم، یه تحقیقی کنیم، بعدش چشم بهتون خبر میدیم دوباره تشریف بیارید. باش. یعنی الان عروسی نمیگیریم؟ نه برای اون که خیلی زوده. پس کی انشالله؟ بهتون خبر میدیم آقا بابک. چشم. پس با اجازهتون من برم. برید به سلامت. فقط ببینم آقا بابک، داشتی میومدی بین راه مورد مشکوکی چیزی ندیدی؟ نه بابا نترس، هیچی نبود. چی مثلا؟ آدم مشکوکی چیزی کسی تعقیبت نکرد تا اینجا؟ نه اصلا خیالتون راحت باشه، خیلی مراقب بودیم. خوبه برو به سلامت. آجین چرا انقدر میگه تعقیبت نکنه؟ با اجازتون. مرسی آقا جعفر. چاکرم. بازم کاری بود، بیا پیش خودم، همیشه هستم. باش. خب الان یه سر به عمو اردشیر بزنم ببینم حالش چطوره. اما خوبه قبلش داروهاش رو از داروخانه بگیرم. دارو بگیریم باز سرویس کردن اینا ما رو. کم دوبین رو زومات کنم بهتر بشه. سلام عمو اردشیر، خوب هستید انشالله؟ بهتر شدید؟ سلام بابک جان، خدا رو شکر بهترم. فقط یه مقدار نفس کشیدن برام سخت شده. اردشیر جون، گفتم که باید حتما یه دستگاه اکسیژن ساز بخرید. خب واقعا لازمه خرید دستگاه اکسیژن ساز؟ هنتون بله لازمه. یه گلدون بذار بغل دیگه. سلام
حالم بله این فکر بهتریه. داروهاتون رو آوردم براتون اما اردشیر. دستم خورده دست درد نکنه بابکتون. اگه کار دیگه با من ندارید با من کم کم برم. نه بابکتون کار ندارم، برو به سلامت. برم یه سفر به نیلوفر بزنم ببینم چه خبره. باباش تصمیمش رو گرفته بالاخره یا نه؟ بریم کجاست فقط سلام نیلوفر خانم، اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ سلام. هیچی چی شده؟ دارید گریه میکنید، حتما چیزی شده. چی شده آجی؟ ببخشید. چی شده؟ چرا گریه میکنید؟ اتفاقی افتاده؟ مرد؟ بابامو بردن. کجا؟ بردن؟ کی بردش؟ کجا بردش؟ ای خدا چه اتفاقی؟ بابامو گرفتن. چی؟ کی پدرتونو گرفته؟ چی شده؟ یه کاسه دیدی نیم کاسهش بود از ما اولا دیدی؟ صحبت کنیم. کی پدرتونو گرفته نیلوفر خانم؟ طلبکارش. طلبکار؟ آره طلبکار. خب بهشون بگی که پدرتون مریض هستش و هر وقت خوب شد پول رو میده. ببخشید. این با ایران آشنا نیست خیلی. چی رو؟ بهتون دروغ گفتم. بابام هیچ وقت مریض نبود. بسوزد روزگار سوخت نه، بسوزد زندان سوخت قمرم، بسوزد روزش. این هم داشت دروغ میگفت. مریض نبود؟ همه خنجر زدم. نه از ترس طلبکارش تو خونه قایم شده بود. منم روم نشد به شما راستشو بگم. اشکال داره ناراحت نباشه. حالا این اشکال نیست. پدرتون الان کجاست؟ زندان. چی؟ زندان؟ اوه حالا باید چیکار کنیم؟ تمام همه کاری بکنه یا جنگ میشه یا نمیدونم من اونقدر پول ندارم. من دارم. من میرم با طلبکار پدرتون صحبت میکنم. شاید تونستن راضیشون کنم پدرتون رو آزاد کنن. من غنیم نگران نباش. من میدم کجا. من اونو میشناسم. هیچ وقت رضایت نمیده مگه اینکه من قبول کنم. چی رو قبول کنی باز؟ خب قبول کنید. اما چی رو قبول کنید؟ هیچی مهم نیست. بگو دیگه. مهم نیست اوکی حالا ادرسش رو بدید. من میرم باهاش صحبت میکنم. شاید راضی شد. من آدرسش رو ندارم اما میتونید از آقا جلال بگیرید. جلال کیه؟ نمیدونم. فکر کنم شهرخره. همیشه اون دنبال بابامه. شهرخر؟ مگه شهر رو میخرن؟ خدا یارو بابایی. سخت توضیح دادنش. اما برو پیش آقا جلال. اون میدونه طلبکار بابا کجاست. کجا میتونم جلال رو پیداش کنم؟ همین چند دقیقه پیش اینجا بود. احتمالاً زود برید بتونید بهش برسید. اوکی همین الان میرم. راستی اسم طلبکار باباتون چیه؟ نغمه دختره. اوکی من رفتم فعلا. مراقب خودتون باشید. تا من میام کاری بکنم از همه جا میباره برام. جلال کجاست باز؟ اینکه باقله میبر دیگه نمیره. این دنبال جلال. بازیش خیلی داره قشنگ میشه. قشنگ خیلی جالبه. بازی ها دیگه این مدلی هست بچه. اگه دوست داشتید بازم ادامه میدیم اگه بخواین. جلال کجاست؟ اینجا باید باشه دیگه چون جای دیگه من ندیدم. اوه
جلالی نه پشما. سلام، شما آقا جلال هستید؟ گیرم که باشم. شما همین بود دیگه اونجا. یا پول منو بدید یا اینجا میام دعوا میکنم. همین بود اونجا. بابک هستم. گیرم که باشی. خب به من چه؟ اومدم از شما آدرس نغمه خانوم رو بگیرم. چلاته نغمه خانوم؟ چی؟ نغمه خانوم؟ دارید آدرسشونو؟ گیرم که داشته باشم. چرا باید به تو بدمش؟ بگو پول میخوام. خیلی لازم دارم. خب گیرم که لازم داشته باشی. به من چه ربطی داره؟ خب حالا من باید چه کار کنم تا آدرس رو بدید بهم؟ آها این شد. ببین آقا پسر، اینجا هیچی مجانی نیست. اینم پول میخواد. یعنی باید پول بدم برای آدرس گرفتن؟ آره باز پول بدی. مگه نگفتی با نغمه کار داری؟ بله. کار واجب داری؟ کارتو میگم مهمه؟ بله مهمه. آها این گرونترش میکنه. چقدر؟ آها این شد. بیا تا بهت بگم. 10,000 کلا انقدر جو میدی. گیریم که خواهش میکنم. خب بعدش چی؟ من رد کارت آقا پسر. جعبه شیرینی گرفتم شد 20,000 تا 10,000 تا مغازه کلا. باشه. خب اینم آدرس نغمه خانوم. حالا باید برم پیشش. خانوما دلرحمن، ایشالله که دلش به رحم میاد و رضایت میده. خدا رو شکر ادرسش دور نیست. نیاز نیست دوباره پول خرج کنم تا برم پیش. این بازی اصلا منطقی نیست قیمتاش. گوشی موبایل 40 میلیونه. 40,000 تا. حالا دست گل 30,000 تا. نغمه نه جلال 10,000 تا. بس اینجوریه. این خیابون بعدی. سلام عمو جان. این کیه؟ سلام فرمایش. اوج این چرا زیر چشم آقا کبوده؟ چیکار کردی داشت تو با خودت؟ ببخشید با نغمه کار دارم. به خودت هم کن. شما ممکنه بگید خودشون تشریف بیارن؟ خودمم. نغمه اینه؟ نغمه پسر بود. چی؟ شما نغمه خانم هستید؟ خانم چیه؟ نغمه فامیلی به. اوکی. اوه ببخشید فکرم نغمه خانم هستش. خب حالا که دیدی آقاست فرمایش. راستش اومدم تا در مورد بدهکارتون که تو زندان هستش صحبت کنم. پولشو بده. خب تو که خیلی پول داری. کدومشون؟ مگه چند تان؟ اونش به تو مربوط نیست. آقای پدر نیلوفر خانم، همونی که گل فروشی داره. از طرف نیلوفر اومدی؟ بله از طرف ایشون هستم. برو به نیلوفر بگو موقعی که باباش اومد و ضابط شد و به بچه که ضمانت داد باید فکر اینجاشو کرد. چشم بهشون میگم. تو کیشی؟ نه چرا من نیلوفر خودش نیومد؟ نیلوفر خانوم. آفرین. خوب لفظ اومد ولی الان اینجا میزنن با کاغذ یکیچ میکنن داشت. خوب اومدی ولی بخشناس فقط نبودی. به همون شرط رضایت میدم باباش آزاد بشه. شرطش چیه باز؟ چه شرطی؟ به تو ربطی نداره. نیلوفر خودش میدونه شرطم چیه. اوکی. حالا راتو بکش و برو. خب بچه این قسمت همینجا بس. خیلی ممنون که دیدید. پارت بعدی به زودی میاد. فعلا خداحافظ.